دوستان یادمه تو 10 کیلومتر که بعد به 13 کیلومتر هم رسید، من توی برنامه انفرادی تونستم این برنامه رو با حمایت مربیم انجامش بدم که زمانی که مربیم تو گروه گذاشت یه نفر تونست امروز 13 کیلومتر بدوه و ما داشتیم آماده می شدیم برای 10 کیلومتر، یعنی 2 روز بعد از اون تاریخ قرار بود که بچه ها گروهی برنامه 2 رو داشته باشن، ولی من به خاطر شرایطی که اون روز نمیتونستم مربی همراهیم کرد و 2 روز قبلش به جای 10-13 رفتم. وقتی تو گروه زد مربی، من گروه رو که باز کردم باورم نمیشد، به من نگفته بود که من بیش از اون چیزی که قرار بود و فکر میکردم برای من غیر ممکنه رفته باشم. توان ما همیشه بالاتر از فکر ماست، ولی ما اگر باورش کنیم، اگر خودمون رو باور کنیم، کارهایی رو میتونیم انجام بدیم که خارق العاده است. برای خودمون حداقل خارق العاده است. برای من دویدنی که 10 کیلومتر، زمانی که بچه‌ها داشتن اسم میدادن برای 10 کیلومتر، من اسم ندادم، گفتم تا یه جایی میام باهاتون، ولی تا 13 کیلومتر رو رفتم. خودمون رو باور کنیم، خیلی جاها تو محیط قرار بگیریم، با همون قدم‌های کوچیک جلو بریم، مطمئناً بیش از توقع و انتظارتون و فکرتون نسبت به خودتون میتونید تو همون زمینه، حالا زمینه ورزشی، تحصیلی، روابطی، میتونید جلو برید. ولی باید قدم‌های کوچیکی رو بردارید و در همون جهت هدفتون حرکت کنید، ولی نتیجه بهتر از اون چیزی میشه که شما فکرشو میکردید.